سلام به دوستان عزیز فروشگاه ساعت هوشمند. توی این ویدیو میخوایم یک ساعت هوشمند جدید و اقتصادی رو که کیفیت خوبی هم داره با هم دیگه بررسی کنیم. مدل ویدو اولترا که البته داخل خود ساعتش اولترا 2 نوشته شده. با هم دیگه بررسیش میکنیم ببینیم به چه شکل. نرم افزار محبوب ویرفیت پرو رو داره و بسته‌بندی ساده‌ای به این شکل داره. همه محصولاتی که وارد فروشگاه ساعت هوشمند میشن تست میشن و بعد برای مشتریان عزیز ارسال میشن و وقتی که تست میشن این لیبل فروشگاه رو میخورن که شما بابت سلامتشون اطمینان بیشتری داشته باشید. حتما توصیه میکنیم محصولات رو با گارانتی بخرید و کارت گارانتی محصول اگر با گارانتی خریداری کرده باشید همراهش هست. یه دونه دفترچه راهنما به این شکل میبینید. خود ساعت هست که مشابه اپل واچ اولترا هستش. یه دونه شارژر وایرلسی هست و در نهایت یه جفت بند هستش که این قسمت میبینید. خب بسته‌بندیش رو باز میکنیم. همونطور که میبینید کیفیت ساخت ظاهری خوبی داره به این شکل. ماجیک باتن بی صدا، دکمه پاور، اکشن باتن، اسپیکر مکالمه، میکروفون مکالمه، سنسورهای سلامتی. حتی با این قیمتش گیره ضامنه بند و پیچ‌های پشتی رو هم داره و نمایشگرش رو هم میبینید که به چه شکلی هستش. گلس سایز 49 اپل واچ بهش میخوره و شما میتونید از بندهای اپل واچ هم سایز 49 میلیمتری همگیشون برای این ساعت هوشمند استفاده کنید. به عنوان مثال این بند رولکسی جذاب رو ببینید روی ساعت که سوار میشه خیلی ساعتمون رو جذابتر میکنه. بندهای کارتیر و انواع بندهای دیگه اپل واچ هم به این ساعت هوشمند میخوره. نکته‌ای که وجود داره اینه که این بند رولکسی رو شما جداگونه باید از داخل سایتمون خریداری بکنید و همراه این ساعت فقط همین بند اوشنی هستش که ما الان داریم روی ساعت به این شکل سوار میکنیم. بند کوچیکتر بالا و بند بزرگتر پایین قرار میگیره و در نهایت راجع به شارژ دهیش هم صحبت کنیم. یک دونه کابل شارژ وایرلسی همراهش هست که با آداپتور 1 آمپری حتما توصیه میکنیم شارژ کنید که همراه محصول براتون ارسال میشه. با استفاده از این آداپتور 1 آمپری میتونه عمر بیشتری باتریش داشته باشه و میتونه 2 تا 3 ساعت به صورت کامل ساعتتون شارژ بشه و بعد از اون اگر استفادهتون معمولی باشه و به گوشیتون وصل باشه 1 تا 1.5 روز استفاده میتونید از ساعتتون بکنید بدون شارژ مجدد. و اگر هم از ساعتتون زیاد استفاده کنید طبیعتا شارژ دهیش کمتر میشه. اگر هم به گوشیتون وصل نباشه شاید تا 3 روز 4 روز هم شارژ دهی بکنه که شارژ دهی خوبی هست. با دکمه پاورش روشنش میکنیم ساعت رو. خب همونطور که میبینید کیفیت نمایشگر خوبی داره ولی نورش پایینه. اجازه بدید حد اکثر نور رو بیاریم که میبینید خیلی نور بیشتری شد. واچ فیس های متنوعی داره همونطور که میبینید و ما به عنوان مثال همین واچ فیس روشنش رو میاریم که حاشیه‌اش رو هم ببینید که خیلی زیاد نیست. برنامه مخصوصش همونطور که گفتیم ویرفیت پرو هستش که برای اتصالش میتونید بعد از خریدتون با پشتیبانی فروشگاه در تماس باشید که راهنماییتون کنن همکارانمون. خب من الان ویرفیت پرو رو باز میکنم. اجازه میدم که تبلیغاتش بره. خب همونطور که میبینید من قبلا کانکت شده بودم و به سرعت کانکت شد و میتونیم ازش استفاده بکنیم. همونطور که گفتم اسم ساعت داخل خود ساعت اولترا 2 هستش ولی مدل ویدو اولترا. شما میتونید واچ فیس های بیشتری از این قسمت داخلش آپلود بکنید و حتی واچ فیس های دلخواه داخلش آپلود بکنید و ازش استفاده بکنید. یه سری گزینه های دیگه این قسمت داره. تنظیمات مربوط به اعلانات هست، واتساپ، تلگرام، SMS ها و خیلی اعلانات دیگر نشون میده. تماس های مخاطبین دلخواهتون رو میتونید از این قسمت آپلود بکنید. به عنوان مثال ما یک مخاطب الان آپلود میکنیم. من این مخاطب رو انتخاب کردم که آپلود بشه داخل ساعتمون. مجدد ثبت میکنم که تبلیغاتش بره. حالا بعد داخل ساعت چک میکنیم این مورد رو. تنظیمات مربوط به نمایش آب و هوا، تنظیمات مربوط به سنسورهای عدم تحرک و نوشیدن آب از این قسمت انجام میشه. ولتتون، زنگ هشدار میتونید تنظیم بکنید. میتونید ساعتتون رو از طریق گوشیتون پیدا بکنید که همونطور که میبینید ویبره میخوره و صدا میده که شما بتونید پیداش بکنید. و از این قسمت هم تنظیمات دیگه‌ای مثل اندازه‌گیری خودکار سنسورهای سلامتی، مثل روشن شدن خودکار با بالا آوردن دست داره و اینکه ساعت رو 12 ساعته یا 24 ساعته نشون بده. به عنوان مثال ساعت وقتی که خاموش میشه، وقتی که میارید بالا به این شکل خودکار روشن میشه و میتونید بدون فشار دادن هیچ دکمه این ساعت رو ببینید و ازش استفاده کنید. خب برمیگردیم به خود ساعتمون که ببینیم داخل ساعت چه خبره. سفر از بالا به پایین بکشیم این بلوتوث مکالمشه که میتونیم از این قسمت روشنش بکنیم و در نهایت باید بریم داخل بلوتوث هامون
و این قسمت واچ کال رو انتخاب بکنیم که بلوتوث مکالمه ساعت هم وصل بشه. وقتی که ما ساعت رو به برنامهش وصل کردیم نشون میده تماس داریم ولی نمیتونیم مکالمه بکنیم، اما با اتصال واچ کال به این شکل میتونیم مکالمه هم باهاش بکنیم. خب همونطور که میبینید تماسمون برقرار شد. این قسمت داره تماس رو نشون میده. نکته ای که وجود داره اسم مخاطب رو در حال حاضر نشون نمیده توی این ساعت هوشمند وقتی که مکالمهش وصله. ما مکالمه رو وصل میکنیم. الو، سلام، تست، صداش تا آخرشه. الو، سلام، تست، الو، سلام، تست. یک ذره همونطور که میبینید حجم صداش با ساعت‌های بالا رده، صدای اسپیکرش یکم کمتر هستش، اما میکروفونش وضوح خیلی خوبی داره. اما باز چون نزدیک گوشتون قرار میدید این ساعت رو، میتونه مکالمه نسبتا خوبی برای شما داشته باشه. خب ما بلوتوث مکالمه رو قطع کردیم و الان دوباره تماس میگیریم ببینیم ساعت نشون میده یا نه. خب ساعت مکالمه ورودی رو در این حالت نشون نمیده و فقط در حالتی که بلوتوث مکالمهش که طبق اون چیزی که چند دقیقه پیش انجام دادیم وصل باشه نشون میده که تماس ورودی داریم، که میتونید تماس ورودی رو یا رد کنید یا تماس رو برقرار کنید و باهاش مکالمه کنید. و اسم مخاطب رو هم همونطور که دیدید نشون نداد. البته بستگی به گوشی هوشمندتون هم داره، ولی خب احتمال زیاد اسم مخاطب رو نشون نده و خط شمارش رو نشون بده که برای یک ساعت میان رده به این شکل میتونه مناسب باشه. اما اگر براتون این گزینه مهمه بهتر ساعت‌های بالا رده تری رو انتخاب بکنید. خب این راجع به مکالمه ساعت. صفحه رو میکشیم پایین ببینیم دیگه چی داره. این که قفل صفحه نمایششه که با فعال کردنش دیگه لمسش کار نمیکنه و شما 3 ثانیه بعد این دکمه رو نگه دارید که قفل باز بشه و بتونید از امکانات ساعت استفاده بکنید. خب یه سری گزینه‌های دیگه داره شاید کاربردی نباشه. تنظیمات نور نمایشگر، خاموش کردن ساعت و زمان و روز هستش. میزان شارژ رو هم که اینجا نشون داده و نشون داده که به گوشیمون وصله. تنظیمات رو در آینده بررسی می‌کنیم. صفحه رو از چپ به راست بکشیم این منو باز میشه. از راست به چپ یه سری گزینه‌های کاربردی تر رو در اختیارتون قرار میده که میتونید ازش استفاده بکنید. صفحه رو از پایین به بالا هم بکشید میتونید اعلاناتتون رو داخلش ببینید که از فارسی هم خوشبختانه به خوبی پشتیبانی میکنه. SMS ها رو به این شکل فارسی رو نشون میده و به این شکل هستش. این دکمه هم حالتهای ورزشی رو به شما نشون میده که میتونید استفاده بکنید و در نهایت با فشار دادن این دکمه وارد منو میشید. منو نسبتا روونی داره نسبت به قیمتش و دوبار که فشار بدیم به این شکل میشه، دوبار دیگه به این شکل میشه، دوبار دیگه به این شکل میشه که همون حالت اولیه‌اش هست. گزینه‌ها رو که بخوایم بررسی بکنیم شامل زنگ هشدار، شامل صفحه نمایش همیشه روشنشه که شارژ بیشتری مصرف میکنه. البته برای همیشه روشن نمیمونه ولی برای مدت طولانی تری روشن میمونه. اعلانات رو توضیح دادیم و یه سری گزینه‌های دیگه داره این قسمت. ریستارت و این گزینه هم که مربوط به زمان خاموش شدن نمایشگرش هست که ما مثلا روی 15 ثانیه میذاریم که دیرتر خاموش بشه. حالتهای ورزشی از قبلا توضیح دادیم. اولین سنسوری که بهش میرسیم سنسور فشار خون هست که داره اندازه‌گیری رو به این شکل انجام میده، اما اصلا دقتش قابل قبول نیست و برای استفاده پزشکی خیلی پیشنهاد نمی‌کنیم. دستیار صوتی سیری داره. تنظیمات رو در آینده بررسی می‌کنیم. سنسور ضربان قلبش هم به این شکل هست که داره اندازه‌گیری رو انجام میده. باز هم به هیچ عنوان نمیشه گفت دقت داره. اگر برای سنسورها میخواید خیلی پیشنهاد نمی‌کنیم این ساعت رو. تمرین تنفس هستش و یه سری گزینه‌های دیگه مربوط به تنظیمات صدا و ویبره هست که میتونید میزانش رو مشخص بکنید. تنظیمات مربوط به روشنایی هستش. درباره ساعت هست که همونطور که میبینید اولترا 2 نوشته شده اینجا و مربوط به تماس ها هست که الان بلوتوث مکالمه قطع هستش ولی اون موقع که بس بود همونطور که دیدید تونستیم باهاش مکالمه بکنیم. گام شمار ساعت، سنسور اکسیژن خون هست که بازم روی دقتش نباید حساب کنید. سنسور پایش خواب ساعت هستش. این هم که کرونومتر ساعت هست و در نهایت حالت مزاحم نشوید ساعت هستش که میتونید ازش استفاده بکنید. تنظیمات مربوط به صدا و تماس و اعلانات تماس هست که میتونید قابلیت میوتش و موارد دیگر رو از این قسمت یا ویبره رو فعال بکنید. نمایش آب و هوا هست که با اتصال به ویرفیت پرو بهتون نشون میده. ماشین حساب زبان ساعت هست که ببینیم از فارسی پشتیبانی میکنه. بله از منو فارسی هم پشتیبانی میکنه، پس هم اعلانات فارسی رو نشون میده هم از منو فارسی پشتیبانی میکنه. با استفاده از این گزینه میتونید موزیک داخل گوشیتون رو با ساعت کنترل بکنید که پخش بشه. الان که ما بزنیم همونطور که میبینید میگه بلوتوث مکالمه قطعه. برای این کار هم باید بلوتوث مکالمه رو وصل بکنیم که ما الان این کار رو انجام میدیم. خب
ما بلوتوث مکالمه رو وصل کردیم و از این قسمت موزیک رو درخواست میدیم که پخش بشه. همونطور که میبینید پخش موزیک هم و کنترل موزیک گوشیتون هم انجام میشه که پخشش از داخل خود ساعت خواهد بود که ما قطع میکنیم. میتونید ترک بعدی یا قبلی هم بزنید و یه سری گزینه‌های دیگه داره مثل تقویم یا زمان روشن موندن همیشگی صفحه نمایشش که قابل انتخاب هستش. تنظیمات مربوط به روشنایی هست. تنظیمات مربوط به صفحه نمایش همیشه روشنشه که تا 30 دقیقه میتونه روشن باشه ولی شارژ بیشتری مصرف میکنه. و بت سایت کلاک و زمان خاموش شدن نمایشگر قبلا توضیح دادیم. تنظیمات مربوط به تماس ها هستش. روشن شدن خودکار رو هم توضیح دادیم. حالت مزاحم نشوید، زبان و موارد دیگر رو هم توضیح دادیم. قابلیت رمزگذاری هم داره این ساعت هوشمند که میتونید براش رمز بذارید و میتونید گزینه مربوط به این دکمه رو که وقتی فشار میدید چه برنامه باز بشه رو از این قسمت انتخاب بکنید و استفاده بکنید. درباره ساعت ریستارت، ریست فکتوری و یه گزینه دیگه هم تایم ستینگ داره که میتونید بدون اتصال به گوشیتون تاریخ و زمانش رو تنظیم بکنید و ازش استفاده بکنید بدون اتصال به گوشی. یه دونه جسچر کنترل هم داره که متاسفانه خیلی نمیشه گفتش دقیق عمل میکنه و عالی عمل میکنه. خب ساعت ویدو اولترا رو با هم دیگه بررسی کردیم. یک ساعت هوشمندی که از برنامه با کیفیت ویر فیت پرو استفاده میکنه ولی قیمت اقتصادی داره. اگر به دنبال یک ساعت هوشمند اقتصادی و شیک مثل اولترا اپل واچ هستید 100% بهتون ویدو اولترا رو پیشنهاد میدم که کیفیت خوب و امکانات کاملی داره در حد قیمت خودش. اگر از این ساعت هوشمند خوشتون اومده میتونید همین الان از طریق سایتمون به آدرس smartwatchstore.ir این محصول رو خریداری بکنید و اگر هم سوالی دارید یا میخواید مشاوره بگیرید بابت خرید بهترین مدل میتونید با پشتیبانیمون در تماس باشید. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. منتظر ویدیوهای بررسی بعدی ما هم باشید.